وقتی تو اعتماد به نفسی پست داری، خودت رو زخمی احساس میکنی. فکر میکنی در درونت چیزی نمیرسد. فکر میکنی که با ارزش نیستی. و در برابر این بها ندادن به خودت، به دیگران بهای بیشتر میدهی. یعنی فکر میکنی انسانهای اطرافت ایدئال هستند و در نظرت آنها خوبتر و موفقتر و بهتر به نظر میرسند. در نتیجه در کنار آنها یا که در سایه آنها خودت را خوبتر احساس میکنی و برای همین بیشتر به دیگران پناه میبری و تا رفت شخصیت خودت را پنهانتر میکنی، یعنی از خودت میگریزی. اما ما باید بدانیم که همه انسان ها نقطه های ضعف دارند، جهت های منفی دارند که به دیگران نشان نمیدهند. ما به دیگران همان صفت خود را نشان میدهیم که برای ما بخطری را تأمین کند، و ما آرامش بخشد. در اصل همه انسان ها ناباوری های دارند، ترس های دارند که از دیگران پنهان میکنند. برای همین ما باید بدانیم که به دیگران پناه آوردن راه چاره نیست. باید در بلند برداشتن اعتماد به نفس خود کوشش کنیم و برای این کار من به شما یاری میدهم. می توانید در کورس من ارزشمند اشتراک کرده اعتماد به نفس خود را بلند بردارید.